نو بس از دین خداوند جل و علا میگه ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. اگر شما میبینید یک بت پرست بت میپرستد، یک گو پرست اگر گو میپرستد، شما به همون چیزی که او اله گرفته است، او رو خدا گرفته است، احترام میکند و مقدسات میشمارد و او به احترامی نکنید، بوتش را نشکنید، او را سخت نگویید، او را بد نگویید، او را لعنت نگویید. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. و اونی که بغیر خدا را میپرستد، اون که مشرک است، به خدای او یا به همون بوتش که جان ندارد، جسم ندارد، به احترامی نکنید، توهین نکنید، نشکنید. میگه فیسب الله عدوا بغیر علم، که در عوضش باز به احترامی به خدای جل و علا نکنید. امروز بوت یا مشرکان گوییم بر جای خودشون، مسلمانان را تکفیر میکنن، خونش را حلال میشمارن، مالش را غصب میکنن، زنش را کنیز میکنن. در کجا آمده است برادران عزیز؟ خداوند میگه که به احترامی به مقدسات یک انسانی که بغیر از اله، بغیر خداوند میپرستد، یک بوتی را میپرستد، گاوی را میپرستد، به احترامی به همون خدای همون نکنه. امروز مسلمان ها از غرب و شرق نمیدونم در کجا ایستاده است، مسلمان را کافر میگوید، تکفیر میکند، خونش را حلال میداند. از این دیگر بدبختی زیادتر دیگر نمیشه. پس خودتون برادران عزیزم از همین گروه هایی که گمراه شدند و دیگران را به گمراهی میکشند احتیاط باشید و فرزندان خود را حتما آگاه سازید که به همین تکفیریان و که همه مسلمانان را به غیر خود کافر میدانند، هر کسی که به عقیده او، به فهمش او راست نمیگیرد، باور ندارد، او کافر است در نظرش. نعوذ بالله. برادران عزیزم، علما سه نشانه انسان پرهیزگار را تأکید میکنند که انسان پرهیزگار و تقوادار سه صفت دارد، سه عمل دارد. خودخواهی و شهرت طلبی نمی کند، ریا نمی کند. انسان پرهیزگار برای آبرو و شهرت عمل نمی کند، عبادت نمی کند، خیر نمی کند، به خاطر خداوند جل و علا. سه گروه از مردم در روز قیامت خداوند آنها را محاسبه میکند. یکی از آنها شهید است. همه شهیدان را در نظر ندارم، گروهی از شهیدان. میگه تو چی کردی؟ میگه من در راه تو جنگیدم و خونم ریخت و جهاد کردم. خداوند میگه که نه، تو در راه حق جهاد نکردی. تو به خاطر که بگن نه دلیر است و مجاهد است و خوب است و دلیر است، به همون خاطر بگویی که مردم تو را تعریف کنند، به همون خاطر جهاد کردی. هر عمل انسان باید به خاطر خداوند جل و علا باشه. فرزندان ما و شما عسکر بچه هایی که در سرحدها میستند، از دشمنان حفظ میکنند این سرزمین و این وطن و مادر و خانه و ناموس و مال و دین و جان ما را، آنها هم در جهادند. آنها هم در جهادند. و قاری رو میگویند که چیکار کردی در دنیا؟ میگه که من علم آموختم و به خاطر خداوند و به خاطر رضایت تو خدمت کردم. میگه نه، تو به خاطری که مردم بگند ها داملا آمد، قاری آمد، نعوذ بالله. خداوند همه ما و شما رو، همه عملهای ما و شما رو به خاطر خودش بگرداند و دور از ریا بگرداند. و متاسفانه در حج هم ما سالهای گذشته راه بلد بدیم و در خدمت حاجی‌ها بدیم، در حقیقت بعضی حالت‌هایی که انسان را درد میگیرد، بعضی حالت‌هایی که مسلمان را در وزنینی می‌افت. حاجی را میگیم بیا بریم، وقتی نماز است، وقتی طواف است، بهترین عبادت در اینجا طواف است و قرائت است و نیکی کردن است. میگه نه، من همون کوی نور نرفتم، باید همون بالای کوه روم. در اینجا یک رکعت نماز برابر با 100,000 است. نماز چی میشه؟ نه، من اگر خانه رفتم بعد بگم که هم بالای کوه رفتی، بعد بگم نه، بعد چی میشود؟ بعد چی میشود؟ بالای کوه رفتی بگم، کوی نور رفتی، بعد حاجی بگه که نه نرفتم، بعد او رو تمسخر میکنه که تا که هم بالای کوه کی نرفته باشی حجی تو قبول نیست. مردم ما مرام خدمت، هر عملی که میکنید، هر نیکی میکنید، هر عبادتی میکنید به خاطر رضایت پروردگار جل و علا بکنید. صدقه
چنان داده شود که به دست راست بدهد دست چپش نفهمد. چنان نیکی کند که خداوند جل و علا این انسانی که نکوکار است، انسانی که خیرخواه است، محبت او را در دل بندگانش جای میکند. اگر هرچند که او خودش نیکی هایش را بپوشاند، خداوند جل و علا محبت او را در دل های مسلمانان زیاد میکند، از خدمت های او همه میدونند. اما انسان نباید ریاکار باشد. اولین نقطه گفتیم چی است برادران عزیزم؟ این از خودخواهی و شهرت طلبی و ریاکاری دور بودن. دیوم دستگیری یتیمان و کمبزاعتان و فقیران بودن. یعنی هر انسانی که به یتیم سرپرستی میکند، او را میخواند، او را به وایه میرساند، او را کلام میکند، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتند انا و کافل الیتیم کهاتین فی الجنه. دو انگوشش را بالا کردند و گفتند من و آنی که کفیل یتیم میشود، یتیمی را سرپرستی میکند و کفیل تعلیماتش و تربیه و اخلاقش میشود، او را به وایه میرساند، من و او در جنت بمانند همین دو انگوش نزدیک خواهیم. و سیمینش مناسبت نیک داشتن با دیگران است. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میگن که المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه متفق علیه. مسلمان کسی هست که دیگر مسلمانان از دست و زبانش در امان باشند. و مهاجر کی است؟ ما میدونیم مهاجر انصار چقدر اجر و پاداش کلان دارند. مهاجر کسی هست که دوری کند، ترک کند گناه را، هر چیزی را که خداوند جل و علا نهی کرده است و منع کرده است او را ترک کند، دوری کند، او ثواب و اجر و پاداش مهاجرین را میگیرد. و در اخیر دعا میکنم که خداوند جل و علا همه ما و شما و مخصوصا دست برداشتگان و آنانی که سروران ما هستند در حفظ و پناهش نگهبان باشد. همه ما و شما را در کارها و عملهای نیک موفق و کامیاب بگرداند. همه ما را از تمام زشتی‌ها و بدی‌ها و پلیدی‌ها در پناه عصمت خویشش نگهبان باشد. وطن عزیز ما و شما را پروردگار پیشروی دینی و دنیویش را همیشگی بگردان. پروردگار از تمام فتنه‌گران و حسودان و تمام بدخواهان پروردگار این وطن عزیز ما را در پناه عصمت خویشت نگهبان باش. آسودگی و استقلال و امن و امنیتش را ابدی بگردان تا قیام قیامت. پروردگار دعاهای ما را اجابت فرما. این بندگانت که دست برداشتن هر یکی آرزوها و امیدها و مناجات‌هایی دارند، پروردگار کسی بیمار دارد، پروردگار بیمارانش را شفای کامل عاجل نصیب فرما. پروردگار زندانیان را اصلاحی و آزادی نصیب بفرما. پروردگار گمراهان را هدایت نصیب بفرما. عبادت‌های ما را قبول بفرما. پروردگار در این ماه شعبان ما برکت بده و همه ما را به ماه مبارک رمضان برسون و از ما قبول بفرما. عاقبت همه ما را نیک کن. و صلی الله و سلم و بارک علی سیدنا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.